امروز فقط اسم شلوار رو یاد نمیگیری. میخوام بهت یاد بدم چطوری مثل یک طراح به شلوار نگاه کنی، نه مثل یک خیاط. با هم دیگه یک شلوار رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم جزئیاتش چیه، اسمش چی هست و طراحیش بر اساس چه چیزی درست شده. فرقی نمیکنه خیاط مبتدی هستی یا در سطح حرفه‌ای داری کار میکنی، این ویدیو کاملا مناسب شماست، چون قراره یک شلوار رو با همدیگه کالبد شکافی کنیم. این شلواری که قراره با همدیگه تحلیل کنیم شلوار خمره‌ای هست. اسم این شلوار یا بشکه‌ای هست یا بالونی و رایج‌ترین اسم به اون میگن خمره‌ای. اگه میخوای توی بازار ایران این شلوار رو سرچ کنی، میتونی با شلوار بشکه‌ای یا خمره‌ای اون رو پیدا کنی. اگه قراره توی بازارهای بین‌المللی و توی برندهای مختلف ایده یابی کنی، اسم این شلوار بارل پنتس هست. از طراحا به این شلوار هم فرم مجسمه‌ای هم میگن. اگه به فرم کلی شلوار نگاه کنی، ببینی از روم به سمت بیرون حجم داره، توی قسمت ساق بیشترین عرض رو داره و بار نزدیک مچ جمع شده. شبیه یک فرم بشکه است. مدلسازی این شلوار رو شروع کنیم باید از کجا شروع کنیم؟ از بالا به پایین. یات شلوار رو می‌نویسیم و از بالا به پایین مدل سازیش رو هم شروع می‌کنیم. چه بالای شلوار کمریش هست. اگه دقت کنید این شلوار کمری نداره، یوک داره و شلوار فاق بلند هست. پس یه گوشه می‌نویسیم شلوار فاق بلند و دارای یک یوک نه کمری و کمرش برشدار و هلالی شکله، یعنی فرم صافی نداره. حجم شلوار دومین چیزی که چشم آدم رو میگیره حجم شلواره که از پهلو انحنای بیشتری داره. الان یک سوال دارم، اگر درز پهلو صاف بشه چه اتفاقی میفته؟ به شلوار واید تبدیل میشه. بخش بعدی این شلوار پیلی هاست. پیلی توی این مدل شلوار علاوه بر زیبایی نقش مهمی توی مدل سازی این شلوار داره و حجم شلوار با این پیلی کنترل شده. فرض کنیم پیلی ها رو حذف کنیم، چه اتفاقی برای این شلوار میافته؟ اگه همه چیز ثابت باقی بمونه و فقط پیلی حذف بشه، حجم جلوی شلوار کمتر دیده میشه. شلوار صافتر روی شکم و ران میخوابه و فرم بشکه‌ای شلوار ضعیفتر دیده میشه. و یادتون باشه پیلی ها توی این مدل شلوار حجم جلوی شلوار رو تامین میکنه. از پیلی حجم جلوی شلوار، انحنای پهلو، فرم بشکه‌ای. پس پیلی حجم جلوی شلوار رو تامین میکنه و انحنای پهلو فرم بشکه‌ای رو ایجاد میکنه. اگه بخوایم این مدل شلوار رو بدوزیم، اولین قسمتی که توی الگو باید مدل سازی بشه کدوم بخشه؟ حتما توی این قسمت کاغذ قلم دستت باشه و بنویسی. فرم اولیه شلوار رو مشخص میکنی. این مدل شلوار میتونه پایه الگوش شلوار راسته باشه. روی الگو اول پیلی ها رو طراحی میکنیم. پیلی ها رو قیچی کردیم و اون عوضمانی که ما میخوایم بهش بدیم و بعد توی قسمت پهلو عوضمان رو ایجاد میکنیم. پایین پاچه شلوار رو دوباره جمع میکنیم که فرم نهاییش ایجاد بشه. اگه اول پهلو رو گشاد کنیم بعد پیلی رو طراحی کنیم، کنترل فرم شلوار سخت‌تر میشه. پس اول پیلی بعد انحنای پهلو. حالا میخوام ازت یک سوال چالشی بپرسم و نوبت توه. مثل یک طراح فکر کنی و مثل یک خیاط عمل کنی و تو جواب این سوال رو بدی. اگه تو بخوای این مدل شلوار رو بدوزی، برای جبران حجم جلوی شلوار از چه تکنیک مدل سازی استفاده میکنی؟ حتما جواب تو برام کامنت کن. و اولین ویدیومون با کالبد شکافی شلوار خمره‌ای تموم شد. اگه بخوای جمعه آینده باز یک شلوار دیگه و کالبد شکافی کنیم، ازت میخوام چنلمو سابسکرایب کنی.